اولی که دکتر امینی فرد کی بود، چه کار کرد و بعدش مسئولیت ما در قبال مسیر ایشون در واقع برای رشد و ترقی جامعه گشود چه مسیری. آقای دکتر امینی فرد در یک خانواده مذهبی و فرهنگی در واقع رشد کرد و بالید و بر اساس تلاش و کوشش و پشتکار و نبوغی که داشت و سنت خانوادگی که پشترش بود در واقع توانست در یکی از بهترین دانشگاه‌های این کشور درس بخونه و به لحاظ علمی خودش رو در واقع در تراز یک شخصیت که برای تمام جامعه علمی در واقع مورد احترام بود، جامعه علمی پزشکی، بالا بکشه. اما ایشون علیرغم در واقع این جایگاهی که داشت خودش رو محدود به چارچوب کار علمی و اکادمی نکرد و در واقع از یک جایی به بعد اومد و تلاش کرد که خودش رو